سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل یوتیوب من خوش اومدید. من اومدم شهر کتاب منظریه. البته هنوز نرفتم تو، ولی گفتم بهتون یه سلامی بکنم و اینکه نیم ساعت الان من اینجا فقط دنبال جا پارکم. آخرم تونستم یه جا پارک پیدا کنم و به زور خودم رو اینجا جا کنم. با من همراه باشید، بریم تو شهر کتاب منظریه. اینم از شهر کتاب منظریه و یه خیابون فوق العاده شلوغ. خب بچه، طبقه دوم اینجا مربوط به کودکانه. اول میرم از طبقه دوم و میریم پایین، بقیه رو بهتون نشون میدم. اینجا طبقه دوم شهر کتاب منظریه است که مربوط به وسایل کودکان و بازیاشون و ایناه. وسایل نقاشی و دفتر و کتاب و بازی‌های مختلف مربوط به کودکان. این قسمت کتابای مربوط به کودکانه. اینجا هم لوازم تحریره که البته لوازم تحریر به نظرم واسه بزرگسالانم هست، چون من خودم عاشق لوازم تحریرم. اینجا هم مربوط به وسایل بازی و بازی‌های فکری و البته بیشتر بازی‌های فکری هن دیگه. این هم از طبقه اول که مربوط به کتاب فروشی و نوشت افزاره. قسمت هم مربوط به آرت مجموعه شهر کتاب منظریه است. اینجا هم یه سری زیورالات خیلی بامزه و هنری دارن که میتونید خریداری کنید ازشون. خب بچه، طبقه دوم دیدید که مربوط به کودکان بود، کتابای کودکان، وسایل فکری کودکان و حالا هر چیزی که مربوط به کودکانه دیگه. لوازم تحریر که لوازم تحریر به نظرم بیشتر مربوط به بزرگسالانه، چون من خودم عاشق لوازم تحریرم. و اینکه طبقه اولم مربوط به کتاب فروشیشون و نوشت افزاراشون و مربوط به کارهای هنریشون دیگه، مربوط به آرت، زیورالات و ظرف و ظروف و حالا یه سری چیزای هنری که حالا تو مجموعه هست که میتونید از اینجا دیدن کنید و حالا هم کتاب، هم وسایل کودکان و هم وسایل مربوط به آرتشون رو خریداری کنید.
یکی از چیزای جذابی که اینجا داره اینه که خب علاوه بر شهر کتاب، یعنی که هم شما میتونید کتاب خریدش کنید، هم نوشته هم چیزای هنری. خوبیش اینه که کافه داره. به نظر من شهر که کافه دارن برای یه وقت گذرونی هم وسط هفته یا هم آخر هفته خیلی جای مناسبی میتونن مثلا باشن. نمیدونم حالا شما شهر کتاب مینا رو رفته بودن ولی میشه دیدید یا نه. اونجا هم دقیقا یه جایی مثل اینجاه و کلا به نظرم هر دوشون خیلی حال هوای خوبی دارن. حالا الان میریم کافه‌ش هم بهتون نشون میدم و میشینیم با هم یه قهوه میخوریم. هم از محیط کافه خیلی جذابه، چه کافه آرتوری خیلی بامزه که توی حیاط مجموعه است. یه کافه هم توی طبقه اول هستش که حالا کسایی که بخوان از محیط سرد میشده استفاده کنن میتونن طبقه اول تو قسمت کتاب فروشی و قسمت آرتش اینجا میز و صندلی داره و میتونن از کافهش اینجا استفاده کنن. خب من چون خودم عاشق محیط بازم ترجیح دادم که توی حیاط بشینم و از محیط زیبای اینجا لذت ببرم. بچه صدای موتور که میاد میبینین خیلی زیاد داره میاد به خاطر اینه که خب حیاط اینجا یا در واقع محیط کوچیکیه که چون درش هم بازه و اینجا خیابونش خیلی پرتردد و شلوغه واسه همین صدای ماشین و موتور حالا زیاده. من ازتون معذرت خواهی میکنم. هستم در خدمت. خیلی ممنون. مرسی. هنوز انتخاب نکردم بذارم نه خواهش می‌کنم. ببخشید الان حتما بزنم آماده بود. آها اوکی اون زنگه. اوکی مرسی. کنم یه کاپوچینو خوب باشه. خیلی ممنون. مرسی. من یه کاپوچینو. بریوشش دماش خیلی داغ باشه یا استاندارد باشه. داغ باشه. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. لطف کردید. متشکرم. مرسی. متشکرم. کاپوچینو منم اومد با یه تزیین فوق‌العاده خوشگل. این کوکی کنارش فوق‌العاده خوشمزه است. اینجا خیلی محیط خیلی بامزه و خوبی داره برای نشستن، حتی برای کار کردن و همچنین برنامه‌ریزی کاری. و اینکه تو هم کافه بود، یعنی جا برای نشستن بود، منتها به خاطر اینکه توی خودش شلوغ بود و دیگران اذیت نشن که من دارم فیلم میگیرم اومدم بیرون نشستم. ولی بیرون الان خیلی سرده، دارم یخ میزنم، دستم یخ زده. اینکه چون خب توی محیط خیلی آرومی داره و اکثریت دارن در حال مطالعه و کتاب خوندن هستن، واسه یه کتاب خوندن خب خیلی مناسب تره. البته بیرون هم اگه هوا خوب باشه اوکیه واسه کتاب خوندن و مطالعه، ولی البته اینجا هم خوبه ها. منتها الان یه خورده سرده و من سردم شده. من کاپوچینو خوردم، بریم تو برای حساب کردن. من 2 ساعته وایسادم دم اونجایی که برای کتاب حساب میکنن و میخوام حساب کنم و حساب کردن کافه یه جای دیگه بود. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. خواهش میکنم. مرسی. لطف کردید. متشکرم. رسید تقدیمتون کنم. نه خیلی ممنون. متشکرم. مرسی. لطف کردید. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. مرسی. همچنین. مثل همیشه من سرویس لازم شدم. میریم به سمت
سرویس بهداشتی. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این شهر کتاب بیاین، خیلی محیط دنج و آرومی داره و علاوه بر این که میتونید اینجا با آرامش کتاب بخونید، یه کافه هم داره که میتونید توی این کافه در واقع برنامه‌ریزی کارتون رو بکنید و در واقع با آرامش بتونید اونجا کتاب بخونید. مرسی که با هم همراه بودید. دوستتون دارم.